الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب، رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من، یعنی خواهراتون و فامیلی خواهراتش، گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ما از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم می‌کرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه. این تعبیری. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا، یعنی مقام معظم رهبر، وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. مردم، رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. این رمز موفقیت ماست. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان این نعمت ولایت و رهبری قرار بده. ما رو همیشه عمرمان در سنگر دفاع از امیرالمؤمنین و مقام معظم رهبری و هر کس که یار علی است موفق و مؤید بدار. سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلد في نعيم وإما أن أخلد في عذابي. الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور وتكرم